قدرت‌های غربی دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال زدن منافع مردم ایران نیستن، دنبال تخریب نهادهای اقتصادی ایران نیستن. البته دنبال زدن کسانی هستن که ده ها میلیارد دلار هزینه اسرائیل ستیزی کردن، با اونها تصفیه حساب ممکنه کنن، اما دنبال این قصه نیستن. امریکا و اروپا و غرب به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک برای آینده خودشون مینگرن، روی این مسئله حساب کردن. به همین خاطر ویرانی ایران به نفع اونها نیست، به مصلحت اونها نیست. همونجوری که در بخش قبلا فرمودید، این همراه با یه سری تحلیل ها و تضمین هاست. اینکه نیروهای سیاسی که نام بردین، اینها در شیوه اجراشون به چه طریق عمل میکنن، نیروهای خارجی به چه طریق عمل میکنن، مرزهای کشور باقی میمونه. ببینید در این موضوعی که دارای، یعنی من حداقل از موضع آقای عبدالکریمی دارم این سوال رو میپرسم، در موضوعی با این میزان از ریسک فرض کنید محقق شد، چه تضمینی وجود؟ اسرائیل و آمریکا که احتمالاً سوال نمیپرسن یا بگن تحلیل شما چی بود، ما بر اساس ما یه صبحی بلند شدیم زیر ساختای کشور و اون بالاخره دارایی‌های کشور از بین رفته بود. در مورد موضوعی با این اهمیت ما باید به چه تحلیلی متکی باشیم؟ به چه تضمینی؟ به چه تضمینی متکی باشیم؟ بله بفرمایید. اولا قرار نیست بنده با تحلیل نزدیک به اطمینان میگم، چون حالا در عالم سیاست همه چیز محتمله، سیاست عالم ممکنات، شاید به قطع نمیشه اظهار نظر کرد. نه امریکا و نه اسرائیل، قبلا هم گفتم، دنبال زدن زیرساخت‌های ایران نیستن. اونا در کنار مردم ایرانن. منافع اونها با منافع اکثریت مردم ایران که دیگر نمیخواهند جهان ستیز باشن، دیگر نمیخواهند حکومت دینی داشته باشن، دیگر نمیخواهند شعار محو اسرائیل بدن، همسویه منافعی دارن و به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک خودشون در آینده نگاه میکنن. پس این تضمین از این بابت